استرس منو برداشت. مایه مغزش باز خالی شد. فریکی کامل به این میگن. فریکی. رفقای عزیز، حالتون چطوره؟ من پویا هستم و خوش اومدید به یه ویدیو ترسناک بد فریکی دیگه. رفقا امروز براتون چند تا ویدیو واقعا عجیب غریب و ترسناک آماده کردم از عمق دارک وب. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوها اینو بهتون هشدار بدم که این ویدیوها رو اگه بیشتر از چند دفعه ببینید امکان داره که ناخودآگاهتون رو تسخیر کنه و کاملا تبدیل به یه آدم دیگه بشید. رفقا ویدیوهای دارک وب همیشه مرموز و دارک بوده، از رو اسمش هم مشخصه. این ویدیو نیاز به رمزگشایی داره و اصلا ویدیو عادی نیست که شما راحت ببینید و متوجه بشید داستان از چه قراره. و اگه بیشتر از چند بار این ویدیوها رو ببینید یه حالت عصبی بهتون دست میده و یه خورده به هم میریزید. و اصلا هدف ساختن این ویدیو همینه که توی ناخودآگاه شما تاثیر بذاره. یه سری ها میان میبینن مثل مردم عادی ازش میگذرن و میگن خب آره یه ویدیو معمولی بود و چرت و پرت بود، ولی نمیدونن که توی ناخودآگاهشون یه سری چیزا قایم شده. یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنین. اگه تازه هستین تو این چنل اون پایین دکمه قرمز سابسکرایب رو حتما بزنید، کاملا رایگانه. اگه دوست داشتین ویدیو رو حتما یه لایک خوشگل بر ما بزنید و اون پایین نظراتتون رو حتما بنویسید. مخصوصا راجع به این ویدیو میخوام نظرات شما رو بخونم. حرفو کم کنیم و بریم سراغ ویدیوهای دارک وب. این اولی یه انیمیشنه که واقعا عجیب غریبه. کامل با دقت نگاه کنید. اگه کسی بتونه سر از راز این ویدیوها در بیاره من واقعا بهش میگم کارش درسته. بیشتر ویدیوهای دارک وب همین شکلی هن. صدای موسیقیش داره توی گوشم قشنگ سوراخ میکنه گوشم. اون چرخ دنده ها برای چیه؟ یه چشم شد. معنی کامل فریکی تو این ویدیو مشخص میشه. به این نوع ویدیو میگم فریکی. این چیه؟ حتما تا آخرش ببینید، چیزای خیلی عجیب غریب تری براتون آماده کردم. چی شد؟ یه ماده ای از مغزش اومد بیرون، ریخت توی لیوان. این کیه دیگه؟ اینو نوشته بود که بیشتر از 2-3 بار نباید این ویدیو رو ببینید، چون بار اول به ناخودآگاهتون کاری نداره. وقتی 2-3 بار که ببینید میشینه توی ذهنتون. این مایه مغز اونو خورد. اوی رفت داخل. این همون نقش کمد دیوارایی ما رو داره فکر کنم. ساعت 6:12 رو نشون میده توی یه کلبه. چقدر دارک شد. امیدوارم که برای پخش این ویدیو مشکلی پیش نیاد. این چی زبونشو بالا پایین میکنه؟ وای سگ آدم نماه.
استرس منو برداشت. مایه مغزش باز خالی شد. ای واک، دندوناش شبیه سیگار میمونه. گردنشو زد. اونو نشون نداد که خوردش. بدون سر. دارک وب دقیقا خصوصیتش اینه که کاملا ویدیوهاش رمزگذاری شده است و اصلا چیزی نیست که هر کسی بتونه بفهمه. رفقا اینم یه ویدیو دیگه است که توی دارک وب پخش شده. یه نفره که یه ماسکی رو صورتش گذاشته. تو بیشتر ویدیوهای دارک وب همچین ماسکی میزنن رو صورتشون. دستشو داره اینجوری میکنه. فوت. یه تیکه عجیب غریبی بود. اینم یه انیمیشن دیگه است انگار. وای. خواهشاً کسایی که سنشون پایینه اینجور چیزا رو نبینن. اون گوزن بابا نوئله. وای. فریکی کامل به این میگن. به این میگن فریکی. وای. دهنش شاید یه تیکش مجبور شم چیز کنم، از این هایدا بذارم. هیچه یه ها همچین چیزی تو دارک وب میاد و از توش یه پرونده قتل میکشن بیرون، از توش یه پرونده جنایی در میارن. این جواب یه چیزیه انگار. ترکید. این قشنگ معلومه یه آدم خیلی مبتدی ساخته که فقط میخواسته یه پیغامی برسونه. این همین باب اسفنجی. اون باب اسفنجی هم خیلی چیزای ترسناکی توش پیدا شده. یه سری قسمت‌های عجیب غریب داشته. چرا سیناش اینجوریه؟ How are you today? فکر کنم دهن یکی رو بسته، یارو نمیتونه حرف بزنه. این ویدیوی بعدیه. اینو خودم هم واقعا درک نمی کنم. یه کسیه توی تاریکی داره با دوربینش میره. نه یکی انگار گیر کرده، داره دست یه چیزی فرار میکنه. دنبال یکی داره میره، یه زنه دنبال یه زن داره میره. بعد خیلی دقت کنید رفقا به صفحه، چون تاریکه. میبینید دنبال یه زنی داره میدوه توی جنگله. وای، زنه رو گرفت و انداخت توی انداخت توی یه جای، یه تلویزیون اونجا گذاشته.
آدمای روانی زیادن ها. قشنگ داشت از یارو فیلم میگرفت اینا. زنه رو وای اومد سراغش. آخ تموم شد، سیاه شد صفحه. میبینید پرونده های جنایی اینجور چیزا تو دارک وب خیلی زیاده. Puking blood. ساختنشون هم یه جور حالت مرموز داره، یعنی شبیه به هم نیست. ولی خب این ماسکایی که میزنم بیشتر ویدیوها شبیه به همه. حالا این ویدیوهایی که لو رفته از دارک وب، یه سری ویدیوها هستش که اصلا قابل پخش نیست. مثلا یه سری میشینن شرط بندی میکنن روی 2 نفر که اون 2 نفر رو مثلا چجوری شکنجه بدن. یه سری فیلم های هالیوودی نشون داده. یون کاملا به بوسه وسواس داره. حتما داره شخصیت یکی رو میگه. رفقا این ویدیو هم خیلی برای من عجیب غریبه. یکی موز گذاشته رو صورتش، موزا رو میتره کنه. حتما نظرتون رو بنویسید. به نظر شما این چه هدفی میتونه داشته باشه؟ خیلی دوست دارم ببینم کسی سر در میاره از اینا. ترسناکترین موجود بشریت نه جنه، نه روحه، نه عجوزه است، نه اینجور چیزا نیست. ترسناکترین انسانه. واقعا ترسناکترین و وحشتناکترین میتونه انسان باشه. بهترین هم میتونه انسان باشه. بخور موزه رو. رفقا این ویدیو هم یکی توی جای گیر کرده، میخواد اونجا انگار فرار کنه. واقعا خیلی فریکی و عجیبه. میبینید توی آشغالا انگار یکی انداختتش اینجا. نمیدونم اون چی خونه رو دیوانه. ویدیوی صدای اول انگار رو مغز من تاثیر گذاشته. زبونم نمیچرخه. یه جا گیر کرده. این ویدیو هم از دارک وب گرفته شده. پول بود، دیدید؟ پولاشو انداخت اونور. با لگد چیکار داره میکنه؟ دستاش تمام خونه. میخواد فرار کنه از اینجا. وای پاهاشو نگاه، چی دنبالشه؟ این پایین اشتباه داره می‌نویسه. چه غلطی داره میکنه. چیه؟ صندلی تکون خورد. بی پدر
خب رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. آخریشو واقعا انتظار نداشتم، یهو اومد تو تصویر. من واقعا بدم میاد از این جامپ اسکرا، اصلا هیچ وقت نگاه نمیکنم اینجوری. این یکی سرمو کلا گذاشت. دمتون گرم. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیوهای فریکی عجیب غریب بنویسید. یه چیز متفاوت می‌خواستم براتون بذارم. واقعا این ویدیوها بر رمزگشایی بشه. خیلی از این ویدیوها توی دارک وب و دیپ وب، حتی جاهای پایینتر از دیپ وب هست که مربوط به مسائل جنایی و قتل و کلا قاچاق انسان و پولشویی و کاملا به همین چیزا ربط داره. مواد مخدر که توی دارک وب و دیپ وب انجام میشه. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. من پویا هستم و خدا نگهدارتون.